سلام، وقت همگی بخیر باشه. بریم سراغ بررسی تستای کنکور 402 و 403 از مبحث نوسان که اگه خوب یاد بگیرید واقعا میتونید 2 تا سوال توی کنکور جواب بدید. آموزش کاملش هم توی کانال تلگرام و در واقع توی یوتیوب قرار گرفته. حتما اول اون ویدیو رو مشاهده کنید و بعد برگردید سراغ ویدیو حل تست. خب بریم ببینیم چه خبر. سوال اول معادله نوسان داده به ما، معادله مکان زمان داده به ما که خب معادله مکان زمان هر وقت به شما دادن سریع چند تا چیز رو میتونید مشخص کنید. اولا A 3 متر یا 3 سانتی متر، دیگه چی؟ اومگا هم که 50 پیه. خب مسلما میتونیم ما تی بزرگ رو به دست بیاریم که میشه 2 پی به روی اومگا که در واقع میشه 2 پی به روی 50 پی که خب اگه سادهش کنیم میشه 1 به روی 25. این از این. گفته تو کدوم بازه زمانی مشخص شده بر اساس ثانیه بردارهای سرعت و شتاب هر دو در جهت محور x هستند. خب ببینین این محور نوسان ما 0 مثبت a منفی a. خب مسلما این نوسانگر به این صورت میاد میرسه به این انتها، بعد برمیگرده میاد اینجا. کل زمانی که طول کشیده این اتفاق بیفته این تی شماست که 1/25 ثانیه طول کشیده. خب 1/25 ثانیه در واقع میشه 400 ثانیه، یعنی هر کدوم از اینا رو توی 1/100 ثانیه رفته. 1/100 ثانیه طول کشیده از مثبت a برسه به 0. خب این از اینجا، پس یعنی اگه اینجا 0 باشه اینجا 1/100 ثانیه است، اینجا 2/100 ثانیه است، بعد که برگرده رو 0 اینجا میشه 3/100 ثانیه و انتها که برسه به مثبت a میشه 400 ثانیه. این از این. سرعت شتاب گفته که در جهت مثبت محور x ها باشن دیگه، درسته؟ خب الان شما تو قسمت اول یعنی از 0 که میرسه به از مثبت a به 0 علامت شتاب منفیه چون x مثبته، v هم که منفیه. خب این دوتاشون همجهتن ولی منفیان. خب این نمیشه. این از این. از 1/100 تا 2/100 سرعت که منفیه، شتاب مثبته. خب اینا هم که خب خلاف جهتن، اینم مسلما نمیتونه باشه. از منفی a تا 0 یعنی از 2/100 تا 3/100 سرعت مثبته، شتاب چه؟ شتاب مثبته. خب پس جوابش همین دیگه. و پارت آخر هم که بررسی کنیم v مثبته ولی شتاب منفیه به خاطر اینکه x منفیه. گذشته میشه جواب مسئله شما، یعنی از 2/100 یعنی تو تی 2/100 تا 3/100 در واقع a و v هر دو در جهت محور x هستن. این ریاضی 402 بود. خب سوال 2 میگه در یک سامانه جرم فنر جرم بسته شده به فنر 2 برابر کنیم با ثابت موندن دامنه انرژی مکانیکی سامانه چند برابر میشه. ببینید نکته خیلی مهم، نکته بسیار بسیار مهم. دوبار توی کنکور همچین مسئله اومده. شما اگر که دامنتون ثابت باشه، دامنه ثابت باشه با تغییر m انرژی مکانیکی هم بچه ثابته، حتما باید حواستون باشه. انرژی مکانیک گفته چند برابر میشه؟ 1 برابر میشه. اینو حواستون باشه. دامنه ثابت باشه m رو تغییرش بدیم این همیشه ثابته. علتش هم خب میتونیم بررسی کنیم. شما ای رو دارید 2m p2f2 a2. خب m گفته 2 برابر شده، این میشه 2 برابر. f رو داری شما. f اگه بخوای بررسی کنی، قبلا اینو تو ویدیو توضیحات جامعه نوسان همه رو توضیح دادم اونجا. شما 2pf رو داری مساوی رادیکال کا به m. خب m 2 برابر میشه، f چی؟ f میشه 1 به روی رادیکال 2 برابر دیگه. f میشه 1 به روی رادیکال 2 برابر. خب 1 به روی رادیکال 2 برابر رو بیار اینجا به توان 2 برسون، میشه 1 به روی رادیکال 2 به توان 2 میشه 1/2. خب این 2 با این 2 میره، این ثابت میمونه. حواستون باشه. حالا نمیخواد لزوما اثباتش کنید، این نکته که اینجا نوشتم براتون حتما حواستون باشه. اگر که دامنه ثابت باشه اما هر چقدر تغییرش بدیم انرژی مکانیکی تغییری نخواهد کرد. اینم ریاضی 403 بود. سوال 3 ایده بسیار خوبی داره. بیشینه تکانه استفاده کرده. تکانه ما میدونیم P میشه m v. وقتی میگه بیشینه تکانه، v هم مقدار بیشینه در واقع
میگیره. ام جسم رو داده، گفته که پاره خط طول 4 سانتی متره، یعنی دامنه شما میشه 2 سانتی متر و بیشینه تکانه رو به ما داده، انرژی مکانیکیشو میخواد، بر اساس میکروژول هم میخواد. خب بیشینه تکانه 2×10⁻³ پی هست. جرم 100 گرمه که تقسیم بر 1000ش کنیم میشه 1 دهم یا 10⁻1 در وی ماکس. خب وی ماکس رو اول پیدا کنیم. 10⁻1 بره اونور میشه 2×10⁻. اون میشه -1، یه دونه 10⁻2 در پی میشه دیگه. این میشه در واقع سرعت تندی شما. حالا انرژی مکانیکی رو میخوایم. انرژی مکانیکی ایه 1/2 m وی ماکس به توان 2. خب 1/2 ضرب داره m که 10⁻1 یا 1/10. وی ماکس هم که این عبارته که به توان 2 اگه برسونیم اینو میشه 4×10⁻⁴ در پی2. بچه این بر حسب ژوله، بر حسب میکروژول بخواد باید ضرب داره 10⁻6ش کنم. ژول به میکروژول 10⁻6 که خب حالا سادهش میکنیم و خب این میشه 1، این میشه 2، این با این میشه 10⁻⁵ با این میشه 10⁻1 که توی 2 ضرب میشه 20 پی2 میکرو ژول، یعنی گزینه 1 میشه جواب مسئله ما. این تکانه رو پس حتما حواستون باشه. اینم از این تجربه 402. سوال 4 گفته طول آونگ ساده رو 17 سانتی متر کم میکنیم، دورش 12.5% افزایش پیدا میکنه. دوره آونگ قبل از تغییر طول چند ثانیه است؟ خب اینو باید ما در واقع پیدا کنیم ببینیم که به چه صورتی هستش. خب قبلا گفتیم اینو اومگا مساوی 2 پی اف یا 2 پی به تی یا رادیکال کا به ام یا رادیکال جی به ال. این ویترین مغازه ماست. هر چیزی که سوال بگه رو من از توش استخراج میکنم. خب ما یه دوره داریم، پس این یه دونم این دوره و در واقع با جی به روی ال و اینا رو باید مساوی هم دیگه قرار بدیم دیگه. که الان خب چیزی که تغییر نکرده در واقع شتاب گرانشه که حالا ما اینو بنویسیم ببینیم که چه اتفاقی میتونه براش بیفته. 2 پی به روی این میشه رادیکال جی به روی ال. خب اولا دوره رو افزایش داده. دوره و طول نسبت مستقیم با هم دارن چون دوتاشون یه جان، دوتاشون تو مخرجن. دوره رو شما زیاد کنی 12.5% مسلما طول هم زیاد شده، یعنی L2 میشه L1 به اضافه 17. این از این. البته 17 صدم اگه بخوایم بر اسم متر بنویسیم. تی و رادیکال L نسبت مستقیم با هم دارن، پس T2 به T1 میشه رادیکال L2 به L1. 12.5% افزایش. ما تو بحث افزایش قبلا تو تمام ویدیوها و کلاسامون گفتیم هر وقت افزایش داشتی مقدار اولش رو بذار 100. مقدار اولش 100، 12.5 تا افزایش پیدا کنه میشه 112.5 مساویه رادیکال L2 که میشه L1 به اضافه 17 صدم. L1 هم که سر جای در واقع خودش هستش که خب میتونیم اینو در واقع سادهش کنیم دیگه. حالا ساده کردن این یه مقداری داستان داره که باید به توان 2 در واقع برسونیمشونو. به 5 میتونیم ساده کنیم اینا رو. به 5 اگه ساده کنیم این میشه 20. بذار ببینم. به 2 هم میتونیم ضرب هم کنیم. البته میتونیم به 2 ضرب کنیم. صورت مخرج رو ضرب داره 2 کنیم ببینیم چی به دست میاد. ضرب داره پایین میشه 200، بالا میشه چی؟ 2 ضرب در 100 که میشه 200 میشه 225 اگه اشتباه نکنم میشه 225 به روی 200. خب روی میتونم کار کنم و ساده سازیاشو میتونیم انجام بدیم. 225 که رادیکال داره، 200 رادیکال نداره، رادیکال 2 اینجا باقی میمونه که خب کارمونه یه مقداری مشکل تر میکنه. خب اینو میتونیم چیکارش کنیم؟ تقسیم بر 5ش کنیم. 112.5 رو تقسیم بر 5 کنیم
2 5 تا میشه 10 تا، 0 12 میاد پایین، 2 5 تا 10 تا 25 میاد پایین. اینم به این صورت میشه 25 دیگه. اوکی، یه دونه ممیز داره میشه 22 نیم، تقسیم بر 5ش کنیم میشه 22 نیم که در واقع اینم حالا یه جوری جوابه. خب بذار همین 225 200 به توان 2 برسونیم، اینو به توان 2 برسونیم میشه 225 ضرب در 225 تقسیم بر اینم که میشه 400 دیگه. L1 به اضافه 17 صدم به L1 که خب میتونیم به 10 و اینا سادهش کنیم. سوال 4. طول آونگ ساده‌ای با 17 سانتی متر تغییر بدیم، دورش 12.5% افزایش پیدا میکنه. خب وقتی دوره آونگ افزایش پیدا میکنه پس مسلما طولش هم افزایش پیدا میکنه، یعنی L2 میشه L1 به اضافه 17 صدم، چون سانتی متر به متر تبدیلش کردم. خب دوره و در واقع طول آونگ چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ ما اینو داریم دیگه، 2p به روی t رادیکال g به روی l که خب t2 به t1 میشه رادیکال l2 به l1. توی بحث‌های درصدی همیشه مقدار اولش رو 100 بذاریم، یعنی t1 100، t2 هم که 12.5 تا بیشتر از 100 یعنی 112.5 هست که میشه L1 به اضافه 17 صدم به روی L1. خب اینا رو ساده کنیم، ممیزش رو میتونم بزنم و این به این صورت بشه، اون صفر رو بیارم پایین بشه 1000 رادیکال L1 به اضافه 17 صدم به روی L1. خب اینا رو ما اگه سادهش کنیم تهش میرسیم به 9 هشتم، یعنی دوبار به 5 اگه ساده کنیم تهش به 9 هشتم میرسیم که باید به توان 2 برسونیم که میشه 81 64 مساوی L1 به اضافه 17 صدم به روی L1. طرف این وسط هرش کنم میشه 81 L1 64 L1 به اضافه 17 صدم ضرب در 64. 64 L1 برم اون بر 17 تا L1 میمونه مساوی 17 صدم در 64 که 17 با 17 ساده بشه طول اولیه آونگ به دست میاد که میشه 64 صدم متر. حالا دورش رو میخواد دیگه، اوکی میذارم تو فرمول بالا و میتونم معکوسش هم کنم البته دیگه، میشه t به روی 2 تا p مساوی رادیکال g که گفته p2 در نظر بگیرید، lش هم که 64 صدمه که در واقع از بالا یه دونه p میاد بیرون و البته اینا رو جابجا نکردم من، این برم درست کنیم، 2p به روی t یه دونه p میاد بیرون، پایین هم که 8 دهم میاد بیرون که این p با این p ساده میشه و t شما به دست میاد یا t 1 در واقع که میشه 1 و 6 دهم ثانیه، یعنی گزینه 3 میشه جواب مسئله. این از این. خب معادله ی حرکت هماهنگ ساده ای در SI به صورت فلان است. سرعت نوسانگر تو لحظه t مساوی 700 p گفته که چند متر بر ثانیه است. خب اول باید بدونم که این نوسانگر من تو این لحظه کجاست. خب x مساویه 400 کوسینوس 50t. خب t هم که میشه 7p یه دونه صدش هم میاد پایین دیگه، این از این به این صورت میشه که خب اینو ساده کنم میشه 1 میشه 2. خب یه ضریبی از پی دوم به دست میاد. خب اگه ضریبی از پی دوم به دست بیاد خب مثلا کوسینوس پی دوم میشه 0 دیگه، یه ضریب فرد در واقع دیگه 7 پی دوم میشه که خب مسلما کوسینوسش میشه 0 و ایکسش میشه 0. خب ما میدونیم که توی گوشه ها یعنی تو نقاط بازگشتی سرعت 0 و تو وسط سرعت بیشینه است و وی ماکس هم که میشه آ در اومگا که خب مسلما ما الان تو لحظه 700 پی سرعت رو بیشینه داریم. خب اومگاش رو پیدا میکنم دیگه، آش که 400 اومگاش هم که 50 دیگه، آ رو ضرب در اومگا میکنیم و این میشه 1 میشه 2 4 تقسیم بر 2 میشه 2 دیگه، گزینه 4 میشه جواب مسئله ما. اینم ریاضی 403 بود.
خب سوال 6 ببینیم که داستانش چیه. سوال 6 نمودار مکان زمان داده، گفته تندی متوسط تو مدت یک دوره برابر 24 سانتی متر بر ثانیه است. خب تندی متوسط S average میشه L به دلتا T. خب این 24. ببینم مسافتی که طی شده رو پیدا کنم تو زمان یک دوره. خب ببینید ما الان تو اینجا یه دوره رو چجوری پیدا کنم؟ خب اینجا اگه اینو 4 تیکش کنم، گفتیم که این یه تی کامل یک دایره کامل هست. خب شما 1/4 دایره داری 1/8 ثانیه، پس تی کلت به دست میاد خیلی راحت. تی کلت میشه 4 تا 1/8، یعنی 1/2 یا نیم ثانیه. این از این. خب پس اینم میشه نیم که مسافت طی شده به دست میاد 12 سانتی متر. این از این. یعنی توی یه دوره 12 سانتی متر طی کرده. خب یعنی اینجا به اضافه اینجا به اضافه اینجا به اضافه اینجا شده 12 سانتی متر. خب یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از اینا، این مثبت 3 بوده، این پایین منفی 3 بوده دیگه. درسته؟ از بالا که اومده پایین مسافتش میشه 6 تا، دوباره رفته بالا مسافتش میشه 6. 6 به اضافه 6 میشه 12 سانتی متر. این از این بس. پس الان دامنش پیدا شد. حالا گفته تو بازی 0 تا 3/4 چند سانتی متره. خب میتونم چیکار کنم؟ میتونم بیام تناسب ببندم، بیام بگم آقا این تو 1/2 ثانیه چقدر رفته؟ 12 سانتی متر رو طی کرده. حالا تو 3/4 ثانیه چقدر رو طی میکنه؟ یعنی چه مسافتی رو طی میکنه، یا چه حالا مسافتی رو، حالا یه ال میذارم، ال پریم میذارم اینجا. 1/2 چیکارش کنم بشه 12؟ خب ضرب در 24ش میکنم. اینم ضرب در 24 کنیم، این میشه 1، میشه 6، 6 تا میشه 18 سانتی متر. باید 18 سانتی متر طی کنه. خب 18 سانتی متر طی کنه یعنی چی؟ خب تا اینجا که اومده شده 12 تا دیگه، درسته؟ باید یه 6 تا دیگه بره. خب 3 تا اینجا، یه 3 تا دیگه هم باید بیاد اینجا دیگه. این از این زمانش میشه 3/4 ثانیه. این از این. حالا جابجاییشو میخوام. خب اول رو مثبت 3 بوده، در انتها رو منفی 3. جابجاییش میشه 6 دیگه، گزینه 3 میشه جواب مسئله شما. یعنی دلتا ایکس شما میشه اون 3 به اضافه 3، یعنی 6 سانتی متر که گزینه 3 هست. سوال خیلی جالبی بود، امسال توی رشته تجربی اومده بود. سوال 7 معادله داده، گفته بیشترین سرعت متوسط مدت نیم ثانیه چند متر بر ثانیه است. خب اول تیشو پیدا کنم، میشه 2p به روی اومگا دیگه. اومگاش هم که 6 پیه، میشه 1/3 ثانیه. این از این. چون بحث بیشترین رو مطرح کرده، من باید هلوش 0 کار کنم. یه 0 دارم، یه مثبت a، یه منفی a دارم. بعد حتما اون ویدیو آموزش کامل رو ببینید، اونجا کامل توضیحات رو دادیم. خب تو مدت نیم ثانیه من باید بدونم چند تا در واقع کمان رو طی کرده که از این استفاده میکنم. t12 زمانش نیم ثانیه است. اینو میخوام، تیش هم 1/3 یکش رو میذارم، 3 شو میارم کنار 12 و این میشه 1، این میشه 6، 3 6 تا میشه 18 تا. اینش میشه درست، البته اگه حل کرده باشم. بیشترین سرعت متوسط تا مدت نیم ثانیه چند سانتی متر ثانیه است؟ خب 18 تا. بله درست. خب این یعنی چی؟ یعنی تو نیم ثانیه از اینجا اومده اینجا، از اینجا اومده اینجا، بعد برگشته اومده، این شد 12 تا. یه دونه دیگه اومده، البته نه یه دونه دیگه که نه، بیشتر. دوباره اومده رسیده به اینجا که تازه شده 18 تا کمان شما. کمان ها رو همه رو در واقع تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم. اینجا a2، اینجا رادیکال 3/2 a هست، اینجا منفی a2، اینجا میشه منفی رادیکال 3/2 a که این اگه بخواد حرکت نوسانی انجام بده به این صورت میاد میرسه این انتها و برمیگرده. این اینی که داریم ما منظور این کمانهایی که طی میکنه که هر کدومش t12. خب مسلما الان شما اگه بیشترین سرعت متوسط رو بخوای، بیشترین سرعت متوسط یعنی بیشترین جابجایی. خب بیشترین جابجایی که شما اینجا دارین همون از مثبت a تا منفی a دیگه، چون بقیهش که اگه بخواد بره بیاد برگرده مسلما جابجایی کمتر میشه.
خب بیشترین جابجایی شما میشه 2 تا A. خب S average رو میخواد، البته اینجا V average رو میخواد دیگه. V average میشه دلتا X به دلتا T. خب چه مسافتی رو کلا میره 2 برابر A؟ تو چه زمانی؟ تو نیم ثانیه دیگه. خب 1/2 2 برابر آ چقدره؟ 2 سانتی متره. اینم بر اساس سانتی متر میخواد، میشه 2 یه دونه 1/2 که اینجا داره دیگه، میشه 8 سانتی متر بر ثانیه. یعنی گزینه 2 میشه جواب مسئله ما. پس 18 تا کمانی که میره یعنی یه دور کامل میزنه، برمیگرده دوباره نصفه میره از مثبت A تا منفی A. این از این. ولی بیشترین سرعت متوسط واسه وقتی که از مثبت A تا منفی A میره، چون بیشتر از اون اگه بخواد بره عملا سرعت متوسطش دیگه بیشترین نیست، به خاطر اینکه اون جابجایی که طی کرده دیگه بیشترین نخواهد بود. خب اینجا نمودار مکان زمان داده، گفته دورش تیه. پس از چه مدت از لحظه T1 نوسانگر برای اولین بار از مکان 2 سانتی متر عبور میکند. خب ببین الان رو منفی 2. بیام یه کاری کنم، من اصلا نمیدونم منفی 2 اصلا چی هست، یعنی چه کسی از A دیگه، درسته؟ ما اینو نمیدونیم. خب فرقی نمیکنه، شما یه دونه A دوم اینجا داری، منفی 2، یه منفی رادیکال 3 دوم A هم اینجا داری، یه A دوم اینجا، یه رادیکال 3 دوم A هم اینجا داری. شما فکر کنید اینجاست، بعد جهت حرکتش هم نگاه کنید به سمت منفی A داره میره. خب یعنی اینجاست، اینوری داره میاد، باید برسه به مثبت A دوم. خب به این صورت میاد برمیگرده میاد اینجا. خب چند تا اولا از این کمان ها طی شده؟ 6 تا کمان طی شده. یکی میگه خب مثبت این دویی که شما در نظر گرفتی منفی، مثلا فرض کردی از A منفی A دوم رفته مثبت A دوم، حالا فرض کن این منفی 2 رادیکال 3 دوم A، منفی رادیکال 3 دوم A باید بره به مثبت رادیکال 3 دوم A، اصلا فرقی نمیکنه. حالا فکر کن من اینجا دوباره ولی جهت حرکتم به سمت منفی A، خب میام میرسم به اینجا، خب دوباره برمیگردم میرسم به اینجا دیگه، چه فرقی کرد؟ دوباره شد چند تا؟ 6 تا. خب 6 تا یعنی چی؟ 6 تا کمان داری، زمانت میشه 6 تا T12، یعنی T چندم؟ یعنی T دوم. گزینه 2 میشه جواب مسئله. اینم از این. سوال 9 معادل مکان زمان داده، گفته به این صورته. خب سریع T رو اول من پیدا میکنم، T میشه 2P روی 16P سوم که خب میاد بالا، میشه 2 ضرب در 3 به روی 16 که این میشه 1، این میشه 8، میشه 3/8 ثانیه. این از این میشه تی شما. گفته تو نیم ثانیه اول حرکت تندی متوسط نوسانگر چند برابر بزرگی سرعت متوسطشه. خب این رو من مشخص میکنم، A رادیکال 3 دوم A دوم منفی A دوم منفی رادیکال 3 دوم A و منفی A. خب زمان نیم ثانیه است، 1/2 مساویه، باید ببینم چند تا کمان رفته. به جای T 3/8 میذارم، اینم که 12. خب اینو باید سادهش کنم، 1/2 مساوی N در 3 12 ضرب در 8. این از این. خب سادهش میکنیم، این میشه 1، این میشه 4، این میشه 1، این میشه 2، N به دست میاد. N میشه چقدر؟ 2 8 16 تا. خب یعنی 16 تا کمان طی کرده. یعنی چی؟ یعنی اومده رسیده این انتها شده 6 تا، برگشته شده 12 تا. حالا که 12 تا شده دوباره 4 تا دیگه اومده رسیده به اینجا. این از این. حالا چی شو میخواد؟ نسبت تندی متوسط S average به V average از من میخواد، زماناشون که یکیه. شما باید نسبت مسافت به جابجاییشو حساب کنی. خب مسافت، کل مسافتی که طی شده چقدره؟ مسافت طی شده ببینید یه بار رفته این ور اومده اینجا 2 تا A تا اینجا، برگشته 2 تا A تا اینجا، یعنی 4 تا A داره. بعد دوباره اومده از A تا به A، یعنی 5 تا A، یه دونه هم A دوم. این میشه مسافت. جابجاییشو بخوام فقط ابتدا و انتها، ابتدا رو این بوده، انتها رو اینه، میشه A به اضافه A دوم، A به اضافه
آ دوم که آ رو کلا میتونی بذاری کنار، بهش 1 بدی بشه 5 به اضافه 1 دوم یعنی 11 دوم، پایینم که 1 به اضافه 1 دوم یعنی 3 دوم، 2 با 2 میره، جواب میشه 11 سوم، یعنی گزینه 1 میشه جواب مسئله شما. سوال 10. آونگ ساده‌ای در مدت 36 ثانیه 20 تا نوسان انجام میده. خب این نوسان کامل انجام میده. وقتی نوسان کامل انجام داد میرم سراغ TNT. خب T در 20 مساوی 36 که خب T به دست میاد، میشه 1.8 ثانیه. این از T1. گفته طول آونگ رو 17 سانتی متر کمش کنیم تو مدت 40 ثانیه چند تا نوسان انجام میده. خب ببینید ما الان T رو داریم، طول آونگ رو ولی نداریم. خب میتونیم اول طول آونگ رو حساب کنیم، یعنی 2p به روی t که 1.8 مساوی رادیکال g به روی l که خب این ممیزش میاد بالا میشه 20/18. 20/18 هم به 2 ساده کنم میشه 10/9. این از این یعنی 10p9 مساوی g هم که p2 که از این رادیکال میاد بیرون میشه p، یه دونه رادیکال l فقط اینجا میمونه دیگه. خب b با p ساده میشه، p با p میره و دو طرف رو به توان 2 میرسونه، میشه 181 1 به روی l که l به دست میاد دیگه، میشه 81 صدم. این از این شد طول اولیش. گفته طولش رو 17 سانتی متر کم کردیم. خب یعنی طول ثانوی شما میشه 81 صدم منهای 17 صدم که میشه 64 صدم سانتی متر. حالا باید تیش رو پیدا کنم. دوباره 2p به روی t رادیکال g به روی l که یه p از این میاد بیرون، از اینم 8 میاد بیرون، p با p ساده میشه، t 2 شما میشه 1.6 ثانیه. حالا دوباره تعدادش رو میخواد دیگه. خب TNT 1.6 n اینم که شده 40 تا دیگه. خب n به دست میاد میشه 40 به روی 1.6 یا 400 به روی 16 که میشه 100 4 که میشه 25 در نهایت، یعنی گزینه 1 میشه جواب مسئله شما. اینم از این. 11 چی میگه؟ ریاضی 403. وزنه M به فنری بسته شده، سیستم با دامنه آن نوسان میکنه، انرژی مکانیکیش 8. اگه وزنه M دوم به همون فرآوردی با همون دامنه ثابته جرم تغییر کنه، انرژی مکانیکیش تغییری نمیکنه. میشه گزینه 2. اول 8 بوده آخرم همون 8. yes. 12 میگه نوسانگری به جرم 400 گرم رو پاره خطی به طول فلان، یعنی دامنش 5 سانتی متره، جرمش هم که خب مسلما 14 کیلوگرم هست، حرکت همین ساده انجام میده. حداقل زمان لازم برای طی مسافت 5 سانتی متری برابر 1/30 ثانیه باشه. ببین 0 خط رو یکم درست‌تر بکشیم. 0 A منفی A، یه A دوم داری اینجا، یه منفی A دوم داری اینجا، بعد شما اینجا رادیکال 3 A داریم، اینجا منفی رادیکال 3 A داریم. ببینید چی گفته. گفته حداقل زمان برای سرعت بیشین است، یعنی هولوش 0 باید بچرخی. این مسافت رو نام کن، یعنی به اندازه یه دامنه هولوش 0 رفته، یعنی از اینجا اومده به اینجا، چون جمعش میشه یه دامنه کامل. خب زمانش هم گفته 1/30 ثانیه است. خب یعنی چی؟ t دوباره nt 12 زمانش 1/30، نش هم دارم دیگه 2 تا 3 2 تا t 12 یعنی t 6. خب این میشه 1 این میشه 6 و t از اینجا به دست میاد، یعنی 1/30 میشه t 6 که خب t برابر 1/5 ثانیه میشه. این از این 1/5 به دست میاد، یعنی 30 رو با در واقع 6 میتونی ساده کنیم، میشه 1/5 ثانیه. این از این. حالا گفتی بیشین انرژی جنبشیش رو پیدا کن. خب کای ماکسش رو میخواد. کای ماکس میشه 1/2 m وی ماکس به توان 2 که
خب جایگذاری میکنیم. کای ماکس برابر 1/2 ضرب در جرمش 4/10 ضرب در وی ماکس هم که میشه آ اومگا، وی ماکس میشه آ اومگا، آ 5 میشه 5/100 ضرب در اومگاشو نداریم، میتونیم مثلا 2 پی تی اوم بذاریم دیگه. 2 پی به روی تی، 2 پی به روی تی، تیش هم که 1/5 دیگه، 1/5 بذاریم 5ش میاد بالا، 2 5 تا 10 تا این میشه 10، میشه 10 پی. این از این 5 هم که با 100 میتونیم ساده کنیم، مثلا 50 کلا میشه پی دوم در میاد دیگه. در نهایت دیگه به توان 2 میرسونیم، میشه پی 2 صدم. یه همچین چیزی در میاد. اگر که اشتباهی نکرده باشیم خب فکر میکنم درست. خب این از این. بر حسب میلی جول میخواد ضرب در یه 10 به توان 3 میذاریم اینجا، یه 10 به توان 3 بالا میذاریم که 10 به توان 3 کلن با این ساده میشه. این میشه 1، این میشه 2، پی 3 پی 2 میشه چند؟ میشه 9. خب یه جوش اشتباه کردم. 1/2 فکر کنم وی ماکسش رو اشتباه کردم، چون اینا که درسته. وی ماکسش رو یه بار بعد توان 2 اصلا رسوندیم یا نه. یه بار دیگه چک کنیم وی ماکسش رو، میشه آ اومگا دیگه. خب آ چقدره؟ 5/100. اومگاش هم که 2 پیه به روی تی، تی 1/5. خب این 5 میاد بالا، 2 5 تا میشه 10 تا، میشه 10 پی، میشه 10 پی. خب 50 پی رو با 50 رو با 100 ساده میکنم، میشه پی دوم، بعد به توان 2 میرسونی، میشه پی 2 4. میشه پی 2 4. خب بعد این میشه 1/2 ضرب در جرمش 4/10 ضرب در اینم که میشه پی 2 4 وی ماکسش، یه دونه 10 به توان 3 هم که داره دیگه. الان فکر کنم درستش شد. خب اینو سادهش میکنم. حالا 4 با 4 میره، پی 3 به توان 2 میشه 9، یه دونه صفر این با یه دونه این میره، میشه 900. 900 دوم یعنی 450. بله گزینه 2 میشه جواب مسئله شما. یس. خب سوال بعدی 402 گفته که معادله حرکت نوسانگر به این صورت حداقل بازه زمانی 2 عبور متوالی از مکان x مساوی 2 سانتی متر چند ثانیه است. خب ببین اینجا صفره، دامنش 4 بر اساس سانتی متر داره میگم، اینم میشه -4. a دومش میشه 2 -2، یه دونه هم که رادیکال 3 دوم a داره که میشه 2 تا رادیکال 3، یعنی میشه -2 رادیکال 3. این از این. گفته حداقل بازه زمانی 2 عبور متوالی از مکان x مساوی 2 سانتی متر. حداقل بازه زمانی 2 عبور متوالی یعنی چی؟ یعنی از اینجا بیاد این انتها برگرده بیاد اینجا، یعنی 4 تا کمان طی کنه. خب الان تیشو پیدا کنم، میشه 2 پی به روی اومگا دیگه، اومگاش هم که 4 پی سوم، پی با پی میره 2 تا 6 4 یا 1.5 ثانیه. این است. حالا زمانش رو میخوام، میشه n t 12، nش که 4 تاست، تیش شد 1.5 نمیشه 12. خب 4 تا 1.5 تا میشه 6 تا 6 12 میشه 1/2 یا نیم ثانیه. گزینه 1 میشه جواب مسئله ما. اینم از این. 4 میگه معادل مکان زمان حرکت آهنگ ساده‌ای در SI به صورت فلان است. اگه تندی متوسط نوسانگر تو بازه زمانی 0 تا 2 صدم برابر 1.5 متر بر ثانیه باشه دامنش رو پیدا کنید. خب اولا تیش رو پیدا کنم، میشه 2 پی به روی 50 تا پی، پی با پی میره، میشه 1 به 25 یا 4 صدم ثانیه. خب یعنی چی؟ یعنی اگر به این صورت داشته باشیم برسه انتها برگرده میشه 4 صدم ثانیه، یعنی هر کدوم از اینا 1 صدم، هر کدوم از اینا 1 صدم ثانیه است. خب این گفته 0 تا 2 صدم، 0 تا 2 صدم یعنی از اینجا رفته اینجا دیگه،
یه بار از مثبت A رفته به منفی A. خب تندی متوسط S اوریج میشه مسافت به زمان. خب S اوریجش 1.5 مسافت به روی زمانش هم که 2 ثانیه است که L به دست میاد دیگه. 2 تا 15 تا میشه 30 تا میشه 3 متر یا 3 سانتی متر. خب این مسافتیه که توی 0 تا 2 طی کرده، یعنی یه بار از مثبت A به منفی A رفته شده 3 سانتی متر. حالا دامنه رو بخوام خب مسلما نصف این میشه دیگه. خب میشه 1.5 سانتی متر. گزینه 1 میشه جواب مسئله. اینه بس. سوال بعدی ریاضی 402 گفته فنری به جرم ناچیز و طول 20 سانتی متر از یه نقطه آویزونش میکنیم. خب اینو آویزونش میکنیم. ثابت فنرش هم داریم. به انتهای دیگهش یه وزن 1 کیلوگرمی میبندیم. وزن در شرایطی از حال سکون رها میکنیم که طول فنر همون 20 سانتی متر باشه. خب اوکی. بعد گفته که بیشترین طول فنر به چند سانتی متر میرسد. خب ببینید این ترکیب با بحث دینامیکه. تو بحث دینامیک داشتیم دیگه FE مساوی mg اینجا دیگه حالت تعادل میرسه. خب یعنی کا دلتا x مساوی mg میشه. کا 400 در دلتا x ضرب میشه جرمش 1 ضرب در 10 میشه دیگه. خب دلتا xش میشه 1/40. ولی بر اساس متره، بر اساس سانتی متر بخوام ضرب در 100 میکنم میشه 2.5 سانتی متر. خب یعنی چی؟ یعنی تو این حالتی که هست خب میاد اینجا قرار میگیره، یعنی 2.5 سانتی متر به طولش اضافه میشه. یعنی در نهایت اینجا منفی A هست، اینجا نقطه تعادلشه که 0 و بیشترین رو چون گفته یعنی میتونه به منفی A هم بیاد دیگه. ولی اینجا در حال حاضر 22.5 سانتی متره. ولی چون گفته که بیشترین طول فنر چقدر میتونه بشه، خب مسلما این فنری که ما اینجا داریم این فنر میتونه تا منفی A هم پیش بیاد دیگه. یعنی میتونه دوره یه 2.5 سانتی متر دیگه هم بهش اضافه بشه. یعنی کلا طولش بشه چقدر؟ 25 سانتی متر. خب پس این دوتا که میرن کنار. حالا که رسیده به اینجا رو منفی A هست، رو منفی A. خب رو منفی A سرعت 0 هستن، فقط روی نقطه 0 هستش که سرعت بیشین است. یعنی مسلما اینجا سرعت 0، یعنی گزینه 1 میشه جواب مسئله شما. و سال آخر تجربه 402 طول پاره خط رو داده، پس دامنه میشه نصفش یعنی 4 سانتی متر. روسط بدون استکاک حرکت همین ساده انجام میده. فاصلهش یعنی ایکسش برابر 2 سانتی متر. شتاب ما داده اون همه. خب ببین شتاب تو لحظه میشد منفی ایکس اومگا 2. اندازه‌شو ولی اگه بزرگ اندازه‌شو بخوام منفیشو میذارم کنار. خب منفیش اینجا مهم نیست. شتاب پی 2 دومه، ایکسش 2 سانتی متر، 2 در 10 به توان منفی 2 در اومگا به توان 2. خب اومگا به توان 2 چی میشه؟ من 10 به توان منفی 2 بر اونور میشه 100 پی 2 چهارم که میشه 25 پی 2 که خب اومگا به دست میاد میشه 5 پی. این از این. بعد گفته تندی نرسانگر تو لحظه عبور از نقطه تعادل. خب تندی نرسانگر در لحظه عبور از نقطه تعادل یعنی وی ماکس. وی ماکس رو میخواد. خب وی ماکس آ اومگا است دیگه. آ چقدره؟ 4 سانتی متر بود میشه 4 صدم. اومگا هم که پیدا کردم شد 5 پی. خب اینا رو سادهش میکنم میشه 4 5 تا میشه 20 تا. با این ساده میشه پی پنجم متر بر ثانیه، یعنی گزینه 2 میشه جواب مسئله ما. امیدوارم که استفاده کرده باشید. تمام سوالات کنکور 402 و 403 کنکور داخل رو براتون حل کردم. موفق باشید.